است که اهل زمین او را لعنت میکنند و اهل آسمان به او نفرت دارند. این نفرت شده آسمان و لعنت شده زمین با این قصرش چی میخواهد اثبات کند؟ وقتی این رو میگویند مردم میگن ابا سعید، یعنی لقبی حسن بصری است، نه کفایه هست استاد، شما نباید این گونه سخن کنید، این به گوش حجاج می رود، شما رو عذاب می دهد، شما رو شکنجه می دهد، این گفته های شما خیلی دیگر جوابگویی دارد. حسن بصری میگن مردم شما چی میگوید؟ الله از علما عهد و پیمان گرفته است که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، شما باید آنچه که میدانید به مردم بیان کنید و پنهان نکنید. الله این عهد و پیمان را گرفته است، من باید بیان کنم. عالم حقیقی آن است که آن چیزی که میداند در وقتش در جایش بیان میکند.